با زبیدالله روزق و رحمت الله رجب، دو عضو سابق ریاست حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان پرزیدنت امامعلی رحمان نامه سرکشاده نوشته. در این نامه خواستار کمک و مساعدت رئیس جمهور برای شکستن و در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی اثر نو دیدن پرونده اشان شدند. زبیدالله رازق رهبر سابق اکادمی اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رحمت الله رجب رهبر سابق سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نواحی تابع جمهوری ماه سپتامبر سال 2015 در قطار 13 تن از رهبران و فعالان این حزب مخالف بازداشت و سال 2016 متناسباً به 25 و 28 سال محکوم به زندان شدند. در نامه خود به پرزیدنت آنها نوشتند که 6 سال قبل قربان تعقیبات سیاسی شدند و با اتهامات بافته و ساخته با چنین مدت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. در اصل نوشتند آنها به عصیان حاجی حلیم که یک بهانه اساسی تعقیب آنها و دیگر اعضای حزب نهضت اسلامی شد، نه هر دوی آنها و نه دیگر از رهبران زندانی شده این حزب ربطی نداشتند و آنکه این عصیان را به پای آنها بستند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. به نوشته این دو محبوس نشر 99 صحیفه حکم سود در اینترنت ساخته بودن پرونده را آشکار کرد و از این رو جامعه جهانی ما را به عنوان محبوسان سیاسی شناخت. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب در نامه‌شان به پرزیدنت همچنین نوشتند: محترم جناب عالی، ما بیگناهان گناهکار زیاده از 6 سال می شود که پس پنجره های زندان اذیت می کشیم. بر ضد این به ما تمغه های اکستریمیست و تروریست خائنان ملت و وطن طعنه می شویم. ما خود را خوب می شناسیم و می دانیم که به وطن عزیز و ملت سربلندمون خیانتی نکردیم و نخواهیم کرد. این تمغه‌زنی ها تنها به خاطر آن است که ما در جامعه کشور و عرصه بین المللی به عنوان محبوسان سیاسی شناخته شویم. باید گفت اگر ما را گناهکار می‌دانند پس گناه ما جز از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن چیز دیگری نیست. آنها می‌افزایند که طول بیش از 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم و انگیزه عدل و انصاف بالا گرفته حقیقت روی آب می‌براید. از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت‌ها به سرمان آمده را تحمل کردیم، ولی افسوس که امیدمان عملی نشد. امروز در عرفه روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که کفیل آن شمایید و همیشه از ولایت قانون پشتیبانی می‌نماید، خواست با نامه کشا جناب شما را در جریان گذاریم. بنابراین از شما اساسگزار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با احترام خواهش می‌نماییم که در مورد شکستن و در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی اثر نو دیدن پرونده ما را مساعدت نمایید. شب 4 سپتامبر سال 2015 جنرال عبدالحلیم نظروف معروف به حاجی حلیم، معاون وزیر دفاع تاجیکستان و فرمانده سابق مخالفین با جمعی از طرفدارانش عصیان برداشته در پی 2 زدخور با نیروهای حکومتی در گردش فرودگاه دوشنبه و در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت به سمت دره رامید فرار کرد. با نیروهای حکومتی تنها روز 16 سپتامبر میسر شد که با قتل حاجی حلیم و معاونش مولا عمر این عصیان را سرکوب کنند. روزهای 15 و 16 سپتامبر مقامات امنیتی 13 تن از رهبران و فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله مؤلفان نامه اخیر به پرزیدنت را دستگیر و سال بعد محکوم به زندان کردند. از جمله 2 معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی و محمد علی حید به حبس ابد محکوم شدند. یک اتهام اساسی به ضد آنها و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیتش در پایان ماه سپتامبر سال 2015 منع کرده شد، همدستی در عصیان حاجی حلیم بود. رهبران باقی مانده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به اروپا پناه برده سالهای اخیر از همین جا فعالیت میکنند، اتهامات همدستی در عصیان حاجی حلیم را رد میکنند و میگویند این عصیان تنها بهانه برای عملی ساختن نقشه خیلی بروقت تهیه شده برای بستن این بزرگترین حزب اپوزیسیونی مخالف حکومت کنونی تاجیکستان شد.